میگم مالی که زندگی ایت مرنج میدی سبا که بمری به چی درد میخوره این زندگی همانی خرج کو یعنی به جون نمونده دست پا به درق میلرزه پس کو چه کار میکنی دوما؟ سرمه میبینم 7 تا و نصف دشتمه بود حال 6 تا و نصف باور کو اگه دونه به دهن مرفته باشه الهی به دهن من نرفته فعلا خرچه همینا از برو نگاه کو پولا دوا تو نمیدی همه میخزری که همی میده چه کارشه؟ پولا دوا چه کارشه؟ یک نیمک از دو آمده بود یک نیمک نمیدون نه ایت نمیشه حالی که خوار مگو مگر 1,500 پول دوا خود تو بدی من بزی کارا کار اون خب به ترزی خونه جون کردم جیگر بکنده شده اگه بزی به چه زیدو اگه ناخوش شدو اگه هر کاری کردم یک دونه میوه ازی ندیدو یک دونه تخم مرغ ندی ولی میخوام پول دوا تو بدی همه خودم میبده پول دوا مگر خود همه خودی بده کار شده نداری آدم غریبی بیچاره بده نکیفتو به قبرستان بلورد تو سخت سرم شی بخیر این مطلع که من بگم من میخدم نه بابا از این کار ازار نکنی شوخی و مسخرگی و بگو با تو بگو خدا بخیر کنه چه کار تو؟ چه کار کمال خست برا؟ خیلیته میگو با تو بگو 1,500 بابا من میدونم شوخی کردو من دو برابر میدونم بابا فیصله شد ای من قبرستان که فیصله شد بلا برادیو خلاصه جیگر به بشنونده ای ای خدا سکو بیده بازم لیلو بری و بیسوزه خدا جا بیشتر جایی رو نمود بده حالا جایی بیشتر روزه که این رفته یخچال لب به لب شده گوشت گوسفند بالی هم مرغا بالی هم این میوه ها بالی هم میخوریم و سیقل میکنیم خدا گریه نکنیم دیگه شوه که سخته به کچه ایالی بیا سر خوبالکی بیا ببین گیشته میخوریم خدا گریه نکنیم این میمونا دتا میرم میایم سلام داده سلام برانشته نیکوی سلامت ببسته شکر سلامت بشی گریه نکنیم دیگه شما رو به ما خدا اگه یک شوی نه دیگه برو هرچی نکنی برو مدام به شما بیرسی چه زل گریه بکردی هرچی نکنی دیگه سر میمیدیش دیگه چند سال خودی و زندگی اوه راست میگی چرا زن خود نبودی به جا خود نبودی اونا را میگوشتی میامدن اونا گفتن ما به تر رو یک جای کار داریم خب میایم یعنی اونا میایم ها خوبه برو ببین رستوران جمعش ممنون گفتم که میشه بریم ما بیاریم میگم خوارمه ما به خوری تو گوشنگی خیلی دیدیم یادتونه که به روی دست نوشروی تو اشته زد که یک دشلمی ماستون بردارم خدا بیا مرزانی ببین این میچوشی با میداد به من خدا من به خوری تو اسودگی نکردم خوارمه بخصر دیگه که عدلی امو شکم سیر گوشت و پلوی بزن میگم خوارمه این رقم نمیشه من خیلی سختیابزی خونه دیدم یعنی هر وقت آمدم گوشنه برفتم سرزنش بشدم برفتم واسطه تو بازم خبر گرفتم اما حالک شکر خدا که شوی تو بمورده ما مایم سینی عربی عواسونه به من همون گردنای سرخ کرده با وسط گرشته باشم خوبه برو خوبه گردن خوبه امشب به خودم به رستوران دیگه سبارش دارم که چند مجمع غذا بیارم خب دیگه میچم کاکا جان این خوشیام و این سفارش دادناش به رستوران میچم خو میبینم یا واقعیت اینا اصلا تو خو نمیبینی به بیداریه که اینا رو میبینی یعنی واقعیت داره خدا رو شکر میگم این خوارک مخیری و زری خیلی دیده انا تو نگفتم اما یک داستانی به تو تعریف کنم یک سلیار کته میگم خوارمه یک چیزی بگم یاری امی عروستم پی قدم داره از روزی که قدم از این گدشته شو سر دیماد من به زیر بالش شد میگم همین نقصه دل ترغندگه به 1,500 دل به ترغونی انا لگ بچه ها میدرن کنم میگم بچه ها شما
دیدم موترهای سوارم امیت میدونم رسی این بچی خورده شما امیت سکل پرش میاد دیگه چی گاهی وقتا جلو از اینا بگیرن دیگه تا نمیشه دیگه حالی هم بمونده هرچی برای را میگم ایلا کننه ما از اون روزا بموندیم یک باسکری به بچه نخری دل بچه ها بدم ایرم که راست اناله دیگه موتور من سوارتم همشم گاز میدم سرکا خوارمه یو بچه ها تو حالا کروزینگ سواره او یکی دیگه آیلکس سواره درنگوندن همیته که میبینم فکر کنم به 6 ماه هرچی میراث بیان از اینا جمع کرده باشه درباد چه اما اوش خور بگی که با این هم نگاه دارم ای برای بخاکی باشه که به چا مرسودگی کنم هر کامایم بکنم هر شکم بگیریف اناره به چا درباد کنم نداد برای من هیچی نداد نگاه ندیش مدام من رنج داد میگم من همین مادر خوارا خو بگم بیایه آخه هیچ وقت نون من نخورده امینا از ترس همین بنده خودش نمی آمد به خانه ما خوبه بیایم مادر پیرتم بیارم خورا خورم بگو بیایم بگو مادر پیرتم بگو کارم قش خور بگو دیگه حالی وقتیه که شما از این آسیلی که از دست خسورتو بمونده خود نتونست بخوره از او استفاده کنی میگم خواهد یک چیز دیگه بگم حالی گپ بزن حال خدا بیامرزه کرو بمردن دیگه هر چی بود حال ایت پلانه برای ختم قرآن خیرات زکات چیزی هم داری؟ نه بابا ختم قرآنه یا قرآن اون روزا بدادم بخوندم برای دیگه قرآن ختم کردم برای ختم قرآن ما چه کار آخه 4 تا قریب و بیچاره بیای بخوره دیگه این سختی کرد به مردم نداد شما بدین سختی کرد به مردم نداد به ما نداد به مردم میداد حالی به مردم نداد شما از این پول و ثروت و مال و زندگی رو بدیم اگرچه روایت خوب میگه به دست خوب بده خرمای تر پس از مردن بده خروار زر اگرچه بعد از مردن هم شما هر چی که بدیم فایده نداد اگر او به دست خود 100 روپیه میداد آل شما 10,000 هم که بدیم برابر همه 100 روپیه نمیشه همین که گفته به دست خود بده خرمای تر پس از مردن بده خروار زر همینه ها دیگه باشه بابا چای بیا بشینم خودی به چای گپ زنم گرفتن نگرفتن به بزرگ نمیگن ختم قرآن برای بگیرم خدا بیامرزه بیچاره یک سختی بکرد دیگه ختم دعای بکنیم 4 تا فقیر بیچاره شکم ارسر کنیم ولی او نکرد دست و پای میلرزید ولی شما همین کارو بکنیم این دست باشه به چای میگم بخیر میگم بگیرم بله میگم به یک پلان دیگه هم خود شما داریم خب چی پلانه امشب که هیچی خوب همین روز جبه پلان میکنیم خودشون میریم به بند سوزه خوب رفیق هم دارم میگم 1-2 تا گوسپند قو کنه خوب خودشون بیله میکنیم اشته خوبه یعنی گپ خلاص 2 تا گوسپندا خوبه مقبولی خانواده تو همه بیایم از اینکه قیم خشای میایم پیار عروسا بچه‌ها هم هستم دیگه عروسا بچه‌ها موتور سوار میشیم میریم خودشون هم بند سوزک چی آب و هوا خوبی هم داره همین 2 تا گوسپند قو تنوری کنم حالا یک رقم قو دیگه خوب میگیرم تنور میکنم مقذارم به تاچز آتش میکنم چی کیفی میده آخ دومات به کجای کاری و گوسپند کرده میخوریم بساری کنی بسار بیشتر بار بشو زری میکنی اشته دنیای اصلا باور من نمیشه که همین دنیای باز به سر همین آدم ها میای اگه زنده می بود که به گوشه نگاه میکرد که روزا به سر میام فکر میکنی عمالی نیه عمالی دعوت خیلی سر دیوار شیشته دل جگر خو میخونه ارواح کو زندیه ارواح خور تکه تکه کده که سکو یعنی اینو میخورم خدا اگه به من خوشی میکرد حالی مگر دلو میسونه بنگ ای خدا آدمیزاده ای که نمیفهمه 2 روز زندگی میفتی میمونی یعنی سرمایه و مال و زندگی به دست بچه‌هاتو میفته میدرنگونم میفهمین چرا بچه‌هاتو سختی نمیکنه چون به آسودگی پولا به دست اومده اما شد تو به سختی پیدا کردن سختی میکنه الان یک بچه‌ها در میدرنگونم خدا بنده خدا میگه یک افرانی رو بیجا نمیکرد یعنی به می خوشو معلومه دایی به دستی میده 20 به دستی نه هر دم دست خور که نگاه میکنم یاد معلوم پشت دستی میه که دشلمر وردشتم یک دشلمر نمیگذاشت که بیجاشه میگود بته همون قوطی که دشلمه هستم میگود به داخل او شکر بریزیم که بنامشه و خوش نشه یاری عجب سختی بود ایت سختا اشته روزگارا تیر میکنه خبر ندارن که بعد از مرد هیچی برای اینا نمیمونه